سلام، من آزیم. سلام، من رازیم. اینجا بیلبورد کسته و ما از گروه ایران شرح ادز هستیم. امروز یه اتفاق جدید افتاد، یه اتفاق جالب و ما از اون شروع میکنیم برسیم به بیلبوردهای این هفته. شاید همشون تو همین هفته بالا نبوده باشن، ولی یک سیر تکاملی بابتش به وجود اومده که میخوام راجبش صحبت کنم. به یه دلیلی رفتم خیابون ویلا نزدیک هلال احمر، اونجا یه شیرینی دانمارکی هم داره. اومدم برم شیرینی رو بگیرم، دیدم یه استرابوردی اونجاست. رادیو ماشین روشن بود و موجی برنامه داشت در مورد اهمیت علم و دانش صحبت میکرد که از همین مدل استرابوردایی بود که لطفاً بزاین بچه دار شید. فرزند آوری آره، راجع به فرزند آوری بود و نکتهش هم اینجا بود که طرف مثلا یه زن و شوهر جوان 6 تا بچه دارن، اصلا هوش مصنوعی، یعنی از این هوش مصنوعی تریدیا، خانواده‌های هپی. بعد یه عالمه بچه دور و برشون، نیشاشون هم تا اینجا باز، خوشبخت و خوشحال و همه چی عالی. بعد پیش خودم فکر کردم که آیا دیدن یه همچین استرابوردی، یه همچین بیلبوردی ما رو بچه دار میکند؟ فکر نکن. اصلا نمی کنن. توی قسمت‌های قبلی صحبت‌های ما کردیم راجع به این که تهران پر جمعیت ترین شهر خاورمیانه است و یه جمعیتی هم میومد توش میرفت. چقدر؟ 3 میلیون. 3 میلیون نفرم میاد توش میره، مثلا در روز، صبح میان شب میرن. این یعنی که در حال انفجاره. ولی یه نکته‌ای وجود داره، رشد جمعیت تهران منفیه. انشالله هنوزم منفی هست. ترم بشه. آن منفی بودنش بحث اینه که در آینده ما نسل پیری خواهیم داشت، نیروی کارگر، زنبور کارگر نداریم احتمالاً. برای همین میگن رشد جمعیت جوون بشه. ولی وقتی تو امکانات نداری، وقتی که نمیتونی برای بچه دار یخچالتو شدن پر چی کنی، لازمه؟ ببین تو اول باید شکم بچه‌تو سیر کنی. اینا دردای جامعه است. اول از همه ابتدایی ترینش اینه که شکم بچه‌تو سیر کنی. خود مادر نمیتونه شیر بده، باید شیرخوش پیدا کنه. وقتی که شیرخوش پیدا نمیشه، اولا برای شیرخوش میخوای بری بازار سیاه، بعد پدر پولدار باشه تا بتونی شیرخوش که فشار مالی. آره دقیقاً. بعدش حالا بزرگتر میشه، خب باید یخچالت پر باشه. بچه از میوه میخواد، شیر میخواد. 2000 years later. باید لبنیات استفاده کنه، باید حالا اینا پروتئین نیاز بهش اولیه برسه. است. تازه نیاز اولیه. آره. حالا مدرسه کجا میخوای بفرستیش؟ از این مدرسه هایی که با تعداد دانش آموزای زیاد، بعد یا از اون مدرسه هایی که مردم بچه‌شونو میفرستن، یا از اون مدرسه های نمیدونم 4 زبانه و 3 زبانه و اینا. خب همه اینا با باز تعداد زیاد، با تعداد کم. آفرین. خلاصه که یعنی خیلی پول میخواد. سخته بچه داری، از بعدش هم اینا رو بذار آینده. کنار. نه اینا رو بذار کنار، تربیت میخواد. باید وقت کنی بچه تو تربیت کنی. اصلا تو فرهنگشو داری؟ چون مادر شدن پدر شدن یه نوع فرهنگه. یعنی به نظر من باید خودتو آماده بکنی که یه بچه رو وارد زندگیت کردی، که بتونی تأمینش کنی، که بتونی نیازهاشو برآورده کنی، که بتونی وقتی بچت ازت چیزی میخواد هم بهش نبگی، ولی نه قشنگ که بچه سرخورده نشه. 6.5 hours later. و همین که میتونی خب ساپورتش کنی. خدا بس دیگه. یه شعاری بوده، یه تایمی ایران شروع کرده جمعیتش ترکیدن، اومدن گفتن آقا یه فکری بکنیم، چی؟ فرزند کمتر زندگی بهتر. هنوز روی دیوارای قدیمی مدل شابلونی این هست که فرزند کمتر زندگی بهتر. تا اینکه چند سال پیش اومدن دیدن که فرزند کمتر زندگی بهتر شد. واقعا بیایم یه کاری بکنیم، یه ذره نیروی کار زیاد کنیم و اینا. گفتن آقا بچه دنیا بیاریم. یه سری طرح ایجاد شد، فیلم ساختن که خانواده‌هایی که بچه زیاد دارن خلافکار نیستن، خوشبختن. اونی که بچه کم داره شادن، خیلی جنسش خرابه و دزدن و خوردن مال مردم خوردن، این تک فرزندن. یه عالم فیلم سینمایی ساخته شده، یه عالم سریال ساخته شده. بعد اومدن دیدن نه با اینا خیلی جواب نیست. جمعیت تهران شروع کرد رشد معکوس کردن، یعنی منفی شده بود رشدش. هنوزم چیز نشده، مثل اینکه به رشد صفر نرسیده، به هنوز منفیه یکم. اومدن این شعار رو درست کردن تا کرونا شد، مردم بیکار شدن، خونه موندن.
خیلی فقط بچرخیم تو خیابونا. خونه که موندن یه عالمه بچه دوره کرونا ایجاد شده. الان بچه وینگلی دوره کرونا الان مثلا مدرسه زیادن. باید برن یا مثلا 6-7 سالن و اینا. الان یه تعداد بچه اونجوری داریم. حالا اومدن یه طرح دادن بابت فرزند آوری. نگم براتون یه طرحی بود که از همه جنجالی تر بود. عکسشو میذارم براتون ببینین. به اسم نوکشو تیز کن. ببخشید خواستم نور صفحه‌مو زیاد کنم. یه طرح هست که یه مداده و یه تراشه نوشته شهر جمعیت ندارد نوکش را تیز کن. خدایی یعنی چی؟ یه مداده یه تراشه و این شعار. من الان با این شعار دلم میخواد بچه دار بشم. توصیه شهر جمعیت نداره نوکش را تیز کن منو تشویق میکنه به بچه دار شدن. فکر نکن. شعار بعدی یه روز ملی جمعیتی درست کردن. بعد بابتش کارناوال راه میافتاد و جمعیت راه میافتاد. یه عالمه چیز زدن، پوستر زدن، فراخوان زدن واسه این مدل بچه دار شدن. یکیش خیلی بامزه است. میشه معصومیت از خانواده ها رفته. بچه دارشین معصومیت به خانواده برگرده. این یعنی- میدونی چی بود؟ یه زمان میگفتن جایی که بچه باشه غیبت نیست. من فکر خب، میکنم که بچه اینا بزرگ میشه. خب همون من فکر میکنم این از اون نشأت میگیره. یعنی مثلا معصومیت رو روی حساب دارم میگن. خب اوکی اون بچه باید تو اون خانواده خب بزرگ تبلیغ- بشه دیگه و تبلیغ احتمالاً تاثیرگذاری آره نیست. معصومیت هم آره. از بین معصومیت از دست رفتن از روی این ساخت. بعد یه خانواده هایی رو نشون میدن طرف آویزون 6 تا بچه بهش آویزونه با مثلا حالا حجاب کامل و چادر و اینا. بچه هم همه از انقدی همون حالن. بعد انگار هر خیلی 9 ماه فکر میکنم. آره یعنی کلا پشتم. بعد یه مثلا جمعیت خیلی خوشحالی ان کنارم. یکی دیگه هم بودش که یه دوچرخه‌ای نه، این بود. چیز- مامانه آخر دوچرخه بود. یه عالمه بچه وسط دوچرخه نشسته بودن. واسه خیلی توهین‌آمیز بود مدل تبلیغه. اینم یه دورم هست تولد هر فرزند غرور ایران زمین. خدایی اینا رو از کجا میارین؟ یه کشور ایران 4 نفر از توش زدن بیرون. تولد هر فرزند غرور ایران زمین. از اون طرف ولی یه مثلا 3 تا هم تاثیرگذار داریم توش. اون که لیلی داره میره یکی حد بچه داره لیلی تنها میره داره تنهاست. بازی میکنه. آینده آقا رو تنها برای نگذاریم. همبازی بچه‌تون یه بچه بیارید. بچه بیارید. مثلا یکی هم هست خیلی قشنگه. یه عکس خیلی زیباه که بچه دست زده به سایش رو دیوار که انگار دست سایش گرفته. اونم مثلا آدم یه ذره منقلب دلش میشه. چیزش. ولی بقیهشون هر فرزند هدیه‌ای از بهشت. بذار بخونیم یه تعدادشو. نمیخوام تنها باشم. فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است. بعد تصویری که واسه این قضیه انتخاب کردن یک زن و شوهر هوش مصنوعی شلحجاب که تنها جاهاییه که احتمالاً میشه توش حجاب نداشت همین عکساست با 3 تا بچه شیر به شیره داغون که زورکی دارن میخندن. اینم ما رو تشویق میکنه. دیگه شعار بعدی فرزند بیشتر زندگی شادتر. مثلا آره فکر یا کن. برکت در قدوم نورسیده است. دست شما در نکنه. یعنی شاید هم به خاطر این یارانه هاست. خب یه 300,000 تومان به هر بچه میدن. وام میدن. وام میدن. انگار بچه سوم یا چهارمه. حالا دقیق نمیدونم ولی انگار که یکی از اینا بهشون وام میدن. یا سومی است یا چهارمی. حالا فرزند بیشتر زندگی بهتر توی یه تعداد از اینا هست و خلاصه چیزهایی که اصلا مامان بابا نمیخوام تنها باشم. اینا هم از اون شعارهاییه که توی اینها استفاده شده و ما رو خیلی تشویق کرد. خیلی تاثیرگذار. دوستان عزیزان از سروران گرامی که تشریف آوردن خواهش میکنیم امروز برید بچه دار شید. ایران بچه نداره. فکر میکنم خیلی یعنی بیخردانه و غیر خلاقانه است این بیلبوردها و ما دلمون نمیخواد یه همچین بیلبوردایی رو تو شهرمون ببینیم. این اون بخش دوستش مطالبه نداریم. کردن. آره خوشمون نیومده. بریم سراغ یه چیز بی ربط این هفته یا این برنامه.
ما تو برنامه قبلیمون یه عالم محله رو راجبش صحبت کردیم که تش آباد داشت، یه سریش جا موند. بله درسته. یه سری از اونایی که جا موند و برامون گفتن، برامون فرستادن یا با هم دیگه تو جمعای دوستانه راجبش حرف زدیم که اونا رو میخوایم اضافه بکنیم این قسمت به همون محله هایی که توی تهران اسمشون از اسم افراده یا به یه دلیلی اون محله اون اسم رو داره. بریم سراغ محله جنت آباد. محله جنت آباد سمت غرب تهرانه و دهه 40 و 50 شروع کرده به ساخته شدن و حالا مثلا سالها طول کشیده تا آباد شده. تا همین مثلا 20 سال پیش هم اونقدری آباد نبوده، ولی الان خب آب نداشتن حتی. خب آب داشته، آب لوله کشیه، آب لوله کشی نبوده. و نه محله پر آبیه. چرا؟ چون از اسمش پیداست. دلیل نامگذاری محله جنت آباد به خاطر باغ‌هاش بوده، یعنی انقدر باغ داشته و سرسبز بوده، یعنی بهشت بوده. آفرین. و نکتهش هم اینجاست که تا سالیان سال اونجا چون باغ بوده کسی توش ساخت و ساز نمیتونسته بکنه، یه شرکت املاک خصوصی به اسم همین جنت میاد اونجا رو شروع کنه ساخت و ساز کردن و جنت اونجا رو آباد میکنه. برای همین اسمش شده جنت آباد. چیزو تو بگو، خانی آباد و آبادا رو بگیم اول. آبادا رو بگیم. آره. همونطور که گفتیم آبادی متعلق به یک خانه قاجاریه، بعدها تقسیم شد به خانی آباد نو قدیم. آره یعنی صاحب خانی آباد شده. الان 2 قسمت شده. صاحب خانی آباد یه خان بوده و از اون موقع به بعد اسم اونجا شده خانی آباد، چون جایی بوده که متعلق به خان بوده. از همه بانمکترش کیه؟ نازی آباد. آخه خب آدم ضعف نکنه واسه نازی آباد. نازی خانم آباد آره کرده. یه خانومی بوده به اسم ناز خاتون. ناز خاتون هم نه، ناز خاتون. اصلا تصورش یه خانم کلمبس که این خانومه یه عالمه زمین داشته تو اون منطقه. دوره رضا شاه میاد این زمینایی که مال ناز خاتون بوده یواش یواش تبدیل میشه، مثلا میدتش به آدما، میدتش به اهالی محله و اینا. و اتفاقا هم محله پر جمعیتی میشه، چون که مثلا یه بخششو میبخشه به آدمای عادی و اون منطقه پر جمعیتی بوده. خلاصه که ناز خاتون چه سالی تأسیس شده؟ مال دوره اوایل پهلوی اوله، یعنی احتمالاً همون قدیمی اونم زمان چیز باید بگیریم دیگه، 1200 مثلا 95 اینطورا بعد اون موقع در نظرش بگیریم، چون به رضا شاه مربوط میشه. حالا باز دقیقش رو به همون بگیم. از اون بانمکتر ترشته، همینی که میریم سمت آزادی. آره میریم سمت آزادی. ترشت یه ریشه داره که از ترش یا ترش میاد. چرا؟ چون باغای انار و باغای انار و آلو و هر زره، این چیزای ترش اونجا زیاد بوده و اصولا این اسم رو به خاطر همین قضیه اون، یعنی چون پر از باغای محصولات ترش بوده، از ترش و تبدیل شده به ترش و ترشت. اصولا ترش به معنای سرسبز هم هست. خب حالا تهران پارس رو تو بگو. تهران پارس کوشش. آباد نداره تهران پارس. آره ولی یه اسم محله است دیگه. ولی بنا بوده یه شهرک مدرن ساخته شه تهران پارس. در دهه 1310 و 1320 یه شرکت ساختمانی خصوصی به نام شرکت تهران پارس تأسیس شد. این شرکت قصد داشت تو شرق تهران که اون زمان بیشتر بیابان و باغ‌های پراکنده بود یه شهرک مدرن بسازه. اسم پروژه رو گذاشتن تهران پارس. تهران که پایتخت بوده، پارس هم که اشاره به ایران باستان و شکوه تمدن پارسی بوده. بعد یه شعاری هم داره که در تهران پارس خانه بخر، یه خونه مدرن رو تجربه کن، هوای خوب بخور. یعنی احتمالاً اون موقعی که تهران پارس داشته ساخته می شده اون بخش ییلاقی طور داشته اونجا، یه حس اینجوری داشته و کلا هم خونه هاش مدرن، هنوز هم خونه قدیمیاش مدرنن. ببین خونه ویلایی که هنوز هم داره، ولی اکثر ویلایی ها دیگه چیز شد، یه برج شد و کلنگی شدن الان احتمالاً.
خلاصه که ما تهران یه عالمه محله خوب و باحال داره که هی میخوایم راجبشون صحبت کنیم، چیزای جدید یاد بگیریم. حتما بقیه محله ها رو هم راجبشون حرف میزنیم. اگر شما تو محله خاصی زندگی میکنید و خاطره ای ازش دارید یا اطلاعاتی دارید که این محله چی از شد، محلتون بگیرید، اصلا چی شده که اسمش شده این، یا احتمالاً مثلا سینه به سینه نقل شده بهشون، مامان بزرگی بابا بزرگی کسی دارید که بتونه یک خاطره موثق از اون منطقه به ما بگه، حتما برای ما بفرستید. مرسی که همراهمون بودید. ما کنار شما کیف میکنیم، کلی چیز یاد میگیریم. ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله یادتون نره. خدافظ.